در جریان صحبت‌ها اگر به یاد داشته باشید گفتم که کتابی رو نشون خواهم داد که در مورد جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی مذهبی در ایران نوشته شده و از طرف مرکز به اصطلاح یکی از مراکز به اصطلاح رسمی و دولتی در ایران هست که این کتاب رو در مورد مذاهب و حرکت‌ها و جریان‌های سیاسی مذهبی که در ایران بوده از زمان محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب سال 1357 و یکی از آخوندان این کتاب رو نوشته، رسول جعفریان. دوستان عزیز این صفحه اول این کتاب رو نشون بدید. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب سال 1357. رسول جعفریان این کتاب رو مرکز نشر آثار انقلاب اسلامی. این کتاب در صفحه 362 این کتاب اگر شما برید مطلب خیلی جالبی هست در اینجا. این صفحه 362 در این قسمت در تعریف خلاصه آقای خامنه‌ای رو تعریف میکنه در اون موقع فعالیت‌ها و مسائلی که داشتن و اینکه آقای خامنه‌ای آن روز به شدت محسود جبهه ارتجاع و به تعبیر من پاسداران شب بود. آقای خامنه‌ای در دوران بس این حکایت از دوران قبل از انقلاب است. تهمت وهابیگری را آخوندهایی با مغزهای چرکین و اندیشه‌های چروکین ساخته و پرداخته بودند. شیخ عین حالا اسمشون نیاورده که از سواد بهره‌ای نداشت، در غوغا سالاری موجودی شگفت بود. این را میگفت و دلیلش این که وی در نماز تحت الحنک نمی اندازد و در کتاب جلوی نام امام حسین علیه السلام نگذاشته و غیره. اما در مقابل به شدت مورد توجه و عشق و علاقه، بلکه مرادی نسل جوان به ویژه حوزویان بود. من خود بارهای بار در جهت دفاع از شأن و شخصیت و فضل و فضیلت وی با مخالفانش دعوا کردم. هیچ از یاد نمیبرم تا ادامه. ببینید در صفحه 362 در این کتاب اعتراف خود این آخونده است که در قبل از انقلاب به خامنه‌ای تهمت وهابیگری میزدن و همین تهمت رو به خمینی هم میزدن. پس اینه که امروز میان آی وهابیا یک لولو خورخوره‌ای درست کردن، مردم رو دارن میترسانن، به این بهانه مردم از قرآن دور میکنن، از سنت پیامبر دور میکنن. این فقط مترسکی است در دست طواغیت، ظالمان و کسانی که بر گرده‌های ملت سوارند، کسانی که بازار به نام دین ایجاد کردن، مغازه به نام مذهب باز کردن. یک مترسکی در دست گرفتن، مردم رو میترسانن که آهای نزدیک نرید که اینجا وهابیا هستن. خامنه‌ای که امروز در هر سخنرانیش بلا استثناء در مجامعی که صحبت بکنه خاصا در مورد قضایای روز باشه حتما ذکری از وهابیت و سلفیت میکنه و مورد هجوم قرار میده. خود همین شخص قبل از انقلاب بهش میگفتن وهابی. این یک برچسبی است که فقط برای ترساندن ازش استفاده میکنن.